یه تئوری ترسناک از انیمیشن شرک هستش که ما توی نسخه اول این انیمیشن میبینیم که وقتی شرک و خرش دارن به خونه لرد فارکواد میرن، ما اونجا چند تا خرس زندونی شده رو میبینیم که مادر و پدر خرسه توی یه قفس دیگه زندونی شدن و بچه خرسه هم اونور داره گریه میکنه چون تو قفس جدا زندونی شده. و بعد اون صحنه ما میبینیم که وقتی موجودات اینجا زندونی شدن نجات پیدا میکنن و دور آتیش جمع میشن، ما پدر و بچه خرسه رو میبینیم که دوتاشون ناراحتن و دارن گریه میکنن و خبری از مادرش نیستش. حالا شاید براتون سوال باشه که مادر این خرسه کجاست. توی یه صحنه دیگه ما توی اتاق لرد فارکواد میبینیم که مادر خرسه تبدیل به قالیچه اتاق لرد فارکواد شده و این یک صحنه بسیار دارک تو همون زمان هم برای انیمیشن شرک بودش و بعد سالها این تئوری درباره‌اش زیاد شد و درباره این صحنه بحث‌های زیاد میشه.